سرزمین شام سرزمین محشره. دجال بزرگ آخر الزمان در شام کشته میشه به دست عیسی مسیح. عیسی مسیح در حالی که دوتا دستش بر دوتا بال فرشتگانه میاد پایین کنار منارة البیضاء، مناره سفید در دمشق، شرقی دمشق. پس تنها کسی که پیغمبری که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله به زمین میاد عیسی مسیحه. یک بار دیگه خداوند بهش اجازه میده بیاد روی زمین و اولین کاری که میکنه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، شهاده به اسلام میده. دومین کار در ملأ عام صلیب و خرد میکنه. ای دروغگوها، ای مسیحی ها، ای صلیبی ها، دین اسلامه. چون مسیحی ها گفتن ما عیسی رو کشتیم به دار کشیدیم، خداوند میگه اینا دروغ میگن. و ما قتلوه یقینا انی متوفیک و رافعک الیه، من تو رو قبض روح کردم و بلند کردم به آسمان. دشمنان عیسی مسیح رفتن که عیسی مسیح رو بکشن، به قتل برسانن. خداوند اونو قبض روح کرد و شبه صورت عیسی مسیح رو انداخت تو کسی که کار دستش بود، خنجر، تو صورت یکی از اونایی که جز قاتلین بود. و وقتی مسیحی ها رسیدن دیدن که چه؟ عیسی داخل، گفت من عیسی نیستم. گفتن نه، صورتت عیسی است دیگه. و بعد دنبال میکنه مسیح دجالو تا پیداش میکنه، دستگیرش میکنه. کجا؟ نزد باب لد در فلسطین، سرزمین شام. دجالو دستگیر میکنه و همونجا به قتل میرسه. بزرگترین فتنه هم از اونجا